قرآن فاسدی را که توبه کرد با تقوا خوان، ولی 1 سال بعدم تو همون شرابی رو ببینه ولی نماز با چی میگه؟ این بدبخت پارسال شراب خورده بود. چی وقت؟ پارسال ما دیده بودم که یک کسی میرفت 10 سال پیش قمار میزد، حالی صوفی شده، ذکر میکنه، گریه میکنه. الله چی میگه؟ 1 ثانیه قبل توبه کرده، ای با تقواست، بگو الله اکبر. ای بود گام های بهتر در راه تقوا. یکی خوب بی تقوایی برادرای عزیزی است که ما بی تقوا باشیم، ما بی تقوا باشیم گناهگار. یکی بی تقوایی کلانتر از این است که ما خوب آدم هستیم، گناهگارا را توهین میکنیم، خود از گناهگارا بلند میدانیم، در حالی که شاید او گناهگار توبه کرده با ایمان بروه و احتمالاً بعضی ما بی ایمان برویم. ضمانت موجود است. ایمان بین خوف و رجا است. هیچ کسی گفته را میتونه من خلص با ایمان میرم، گفته میتونه کس؟ ایمان بین خوف و رجا است. پس خداوند ما شما رو با تقوا بگردانم. ما و شما با تقوا هستیم و الحمدلله میگوییم. من 1 3 تا 4 تا گناه را گفتم دیگه. اگر من 10 تا بگویم شما بی نماز هستین، میگن نه ما نماز خوان هستیم. این تقوا است. شما 20 سال